فرهنگستان صنعت ملی در قزاقستان روز 20 مارس آتش گرفت. آتش نشانها تمام کارمندان این مؤسسه را از بنا بیرون کردند و مصوره های نادر و دیگر جهاز فرهنگستان را از کام آتش نجات دادند. فقط یک دانشجوی قزاق بعد از تنفس دود برای معالجه به بیمارستان انتقال داده شد و آتش نشانهای قزاقستان میسر شد سوختار را در مدت 2 ساعت خاموش کنند. در شرق اوکراین اختیاریان دوربین‌های شبانه را به یکی از بتالون‌های محافظت منطقوی رسانیدند. معلوم نیست اختیاریان اوکراینی تجهیزات پیشرفته دوربین را که اساساً در تانک‌های آمریکایی نوع ابراهام استفاده می‌شود از کجا گرفتند. بتالون مذکور در 20 کیلومتری ولایت دونتسک تحت تصرف جدایی طلبان جایگیر است. با وجود فرونشستن مناقشه بعد آتش‌بس میانه ماه فوریه بین جدایی طلبان و نیروهای دولتی اوکراین زود درگیری‌های کوتاه به وقوع می‌پیوندد. در شهر سرایوو پایتخت بوسنیا صدها نفر برای مشاهده گرفتن آفتاب جمع آمدند. نمایندگان یک انجمن ستاره شناسان شهر در باغ در سرایوو تلسکوپ را گذاشتند و با آنهایی که عکس می‌برداشتند ورق‌های مخصوص برای عکس برداری تقسیم کردند. گرفتن خورشید را در سراسر اروپا میلیون‌ها نفر مشاهده کردند و چنین رویداد نادر ماه اوگوست سال 2026 تکرار می‌شود. در شهر پشاور پاکستان تجلیل جشن نوروز شروع شد. مردم محلی و پشتوهای افغانستان از روز 19 مارس به تجلیل این جشن و خوشی و خرسندی آغاز کردند. طوری معلوم نوروز را در سراسر آسیای مرکزی، خاورمیانه و قفقاز تجلیل می کنند. در شهر کابل افغانستان نیز جشن و مراسم‌های نوروزی آغاز یافت. حاضران این مراسم در پایتخت افغانستان ابراز امیدواری کردند که سال 1394 خورشیدی سال صلح و آشتی در افغانستان می شود و از طالبان خواستند به مذاکرات صلح بپیوندند. در قرقیزستان مقامات رسمی گفتند که بیکاری در کشور اندک زیاد شده است و حالا 60,000 نفر رسما همچون بیکار ثبت نام شدند. اما با گفته تحلیلگران مستقل قزاقستان تعداد واقعی بیکاران در کشور 2-3 مراتب زیادتر است. بازگشت مهاجران کاری از روسیه و سست شدن سرعت رشد اقتصادی قرقیزستان از سبب‌های بالا رفتن میزان بیکاری بوده است.